دوستان من خیلی آدم خیلی بگم معتقد و این چیزایی نیستم، ولی به حرمت و حریم و این چیزا خیلی اعتقاد دارم. اگه دقت کرده باشین قبح خیلی چیزا ریخته. قبلنا مثلا من یادمه 15-16 سال پیش زن شوهردار حرمت داشت، مرد زندار حرمت داشت. و الان قبح این چیزا ریخته. نگاه که میکنی میبینیم اصلا خیانت شده یه چیز عادی. همه باش که اصلا مرد میدونه زنش داره خیانت، زن میدونه مردش داره خیانت میکنه، ولی با هم کنار اومدن، فقط هم با هم زندگی میکنن. بعد میدونی اینا همه آسیب اجتماعی از کجا میاد؟ من قشنگ یادمه از وقتی فیسبوک که نه، حالا اون خیلی همه درگیرش نبودن، ولی از وقتی وایبر و ویچت اومد خیلی خب میدونیم که ماها خیلی جنبه نداریم، چون تو ایران بودیم ما همش محدود بودیم. این فضای مجازی قبح خیلی چیزا رو ریخت. از وقتی فضای مجازی اومد من نگاه کردم دیدم خیلی راحت طلاق گرفتن، زندگیشون رو خراب کردن به خاطر کسایی که باشون تو فضای مجازی آشنا شده بودن. یا همین سریال‌های شبکه جم. من اولین باری که یه سریال تو شبکه جم دیدم سریال عشق ممنوع بود. اصلا گرخیده بودم. تمام خط قرمزایی که تو ذهن من، ببین همه جای دنیا زن شوهردار رابطه حرمت داره، خیانت بده. فقط نبگیم فقط چون مثلا الان ما تو ایرانیم اگه کسی میگه این کار رو نکنیم و اینا مثلا چیزه با جمهوری اسلامی. نه من اصلا اینطوری نیستم و خیلی هم مادر مخالفیم، ولی سریالای شبکه جم خیلی بی‌بندوباری آورد. خیلی هر چی نشون داد این بچه اون نبود، اون اصلا از یه بابای دیگه بود، این انقدر راحت خیانت میکردن، حرمت نگه نمیداشتن. خب اینا باعث میشه ما میبینیم میشنویم خیلی دیگه برامون جا میفته، انگار باش کنار میایم. من تو خونه خودم چون بچه دارم حتی ماهواره هیچ کدوم نه سریالاشو میبینم نه شبکه‌های شو ایناشو نگاه میکنم، نه نگاه نمیکنم، نمیذارم باشه اصلا دیگه. یعنی شو نمیدونم کلیپ ها اینا اصلا دیگه نمیشه نگاه کرد، انقدر حساسی. ما که یه ویدیو داد بیرون اصلا واقعا پرن بود. خب الان بچهای من اینا رو ببینن خب خیلی خوب، خیلی چیزا واسهشون میریزه. دوستان من ماهواره دارم تو خونم، اتفاقا شبکه‌های خبریش و اینا رو نگاه میکنم، علمی اینا، یا سریالای مثلا ایرانی که توش نشون میده اینا رو همه رو نگاه میکنم، ولی خیلی هاشو باید واقعا حذف کنیم. ماهایی که تو ایران بودیم خب انقدر محدود بودیم که وقتی یعنی جنبه خیلی چیزا رو نداریم، مخصوصا که این چیزا رو بخوایم دنبال کنیم.